سلام به کانال اسکرین خوش اومدین. امروز میخوایم فیلم احضار رو بررسی کنیم و ببینیم پشت پرده این فیلم چی گذشته. زمانی که صحبت از وحشت میشه و ما میدونیم یه داستانی واقعی بوده و یه روز یه جایی اتفاق افتاده، همین کافی که حس ترس و وحشت رو به ما منتقل کنه. درست مثل فیلم احضار که به کارگردانی آقای جیمز وان هستش، یکی از بهترین کارگردانان تو ژانر وحشت که فیلمایی مثل توته آمیز، آنابل و اره رو کارگردانی کردن. ولی داستان فیلم احضار از این خونه شروع میشه و میخوایم بدونیم چطور در سال 1971 خانواده پرون به این خونه نقل مکان کردن و خواستن مثل بقیه مردم زندگی رویایشون رو توی این خونه شروع کنن. خانم آقای پرون 5 دختر داشتند که توی فیلم اصلی این بازیگران نقش آنها را بازی کردند و اولین جمله‌ای که همسایه‌ها بهشون گفتن این بود که هر کاری میکنین بکنین اما چراغ رو تو شب خاموش نکنید. ولی اونا جدی نگرفتن. بعد چند روز اتفاقات عجیب و غریب اتفاق میافته، مثل جابجا شدن وسایل، صداهای عجیب و غریب، شکسته شدن شیشه و باز و بسته شدن در. و بعد از مدتی مادر خانواده میره پیش اد و لورین وارن. اد محقق شیطان شناس و لورین محقق نویسنده و روشن بین بوده که روشن بین به معنی اینه که میتونستی چیزایی ببینه که افراد عادی نمیتونن ببینن و با ارواح ارتباط برقرار کنه. اد و لورین میرن و چند روزی پیش خانواده پرونها سپری میکنن و بعد از این مدتی تحقیقاتشون درست در میاد و میفهمن که این خونه یه چیزیش هست و اگه فکر کردین که اسپور میکنم چه چیزی در انتظارشونه، سخت در اشتباهید. بهتون پیشنهاد میکنم اگه طرفدار ژانر وحشت هستید این فیلم رو ببینین و اگه دیدین نظراتتون رو توی کامنت ها برامون بگین و بگین دوست دارین چی رو براتون رمزگشایی کنیم و اگه خوشتون اومد لایک فراموش نشه و با ما همراه باشید.